الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. حدیثی را که خواندم راوی حدیث عبدالرحمن بن صخر نام دارد و با ابو هریره شهرت دارد. ابو هریره اسم کنیش و با این شهرت دارد و در اسم ابو هریره اختلاف است. علما ذکر کردن که قول راجح میست که عبدالرحمن بن صخر نام دارد. ابو هریره رضی الله عنه یکی از بزرگترین روات حدیث است، بلکه بیشترین روایات را از رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد. به مخاطر دشمنان اسلام بالای ابو هریره زیاد تاخت و تاز میکنند، زیاد طعن وارد میکنند، چون اونها میدانند وقتی که ابو هریره را مورد طعن قرار بدهیم بخشی بزرگ از دین مسلمان ها از بین میرود و کسانی از مسلمان ها هم طعن وارد کردن بالای ابو هریره، اینها هم یا غافل هستند، بیچاره ها به تقلید دیگرها رفتن، به تقلید دشمنان اسلام، نمیدانند، الله هدایتشان بده بفهمند، و شاید بعضی هاشان هم منافق بوده باشند. اینها در مقصد و در غرض با دشمنان اسلام اینها شریک بوده باشند. اینها کسایی که بالای ابو هریره و هر صحابی دیگر طعن وارد میکنن، اینها دشمنان اسلام هستند. میدانند که وقتی که سند دین از بین ببرن دین از بین میرود. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم همه از اینها نزد اهل سنت و الجماعت عادل هستند، اینها صادق هستند، اینها را الله تعالی مدحشان کرده، اینها را الله تعالی تعدیلشان کرده، اینا با تعدیل کسی دیگری ضرورت ندارند. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید شنیدم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که می فرمودند: ما نهیتکم عنه فاجتنبوه، از آنچه که شما را منع کردم، نهی کردم، فاجتنبوه، شما اجتناب کنید از او، خودداری کنید، پرهیز کنید از او. رسول الله صلی الله علیه وسلم از آنچه که منع کردن همه بخشه های دین را شامل میشه. بخش عبادات باشه، بخش معاملات بوده باشه، بخش اخلاقیات بوده باشه. از هر آنچه که رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردن مسلمان باید خودداری کنه. مثلا از رشوت منع کردن، مسلمان نباید رشوت بگیره. لعنت فرستادن رسول الله صلی الله علیه وسلم بالای شخصی که رشوت میدهد و رشوت میگیرد. از نکاح حلال رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردن و لعنت فرستادن بالای شخصی که حلاله میکنه و شخصی که برش حلاله کرده میشه، و این یک نکاح پلید و نهایت کثیف متاسفانه در بعضی از مجتمعات اسلامی رواج دارد. قطع نظر از این که حرمتش ثابت است، حتی تبایی سلیمی که با دین سازگار است در نهایت مکروه میپندارد. و همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم از اخلاق بد، از اخلاق ذمیمه از این منع کردن، از دروغ گفتن، از غیبت کردن، از تهمت زدن، از فحش گفتن، از لعن فرستادن برای مسلمان و امثال از اینها. از هر اخلاق ذمیمه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردن، باید مسلمان از اینها اجتناب بکند. فاجتنبوه، از این باید مسلمان خودداری بکند. و ما امرتکم به، و آنچه که شما را به آن امر کردم، فأتوا منه ما استطعتم، بس شما بیایید به او به قدر استطاعتتان. بیایید یعنی عمل کنید، چنگ بزنید به قدر طاقتتان. در غیر اوامر رسول الله صلی الله علیه وسلم استطاعت را قید لگاندن.
چون انسان مکلف نیست مگر به همون چیزی که طاقت داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی انسان را مکلف نکرده مگر به همون چیزی که طاقت داره. از طاقت به بالا انسان چیزی بالاش واجب نمیشه، فرض نمیشه. و اما جانبی منهیات رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون قید گفتن فجتنبوه. مسلمان باید خودداری بکنه مگر در حالات اضطراری. فجتنبوه از این حالات اضطراری استثناء قرار میگیره، حالاتی که انسان یعنی خطری مرگش است، بجز حرام چیزی دیگری پیش رویش نیست، خود مرده، گوشت خوک یا امثال از دیگر چیزهای حرام، پس در او صورت به قدر ضرورت برش درست است که استفاده کنه. وقتی ضرورت رفع شد پس حرمت ثابت میشه دیگه، باید فجتنبوه از اجتناب کند. فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. یقینا هلاک کرد امتهایی که قبل از شما بودن، مردمانی که قبل از شما گذشتن، یهود و نصارا نزدیکترین از اونها بودن و پیش از اونها امتهای دیگر هم. چیز اینها را هلاک کرد؟ کثرت مسائلهم، زیاد سوال کردنشان. البته مراد اینجا سوال کردنی بی‌مورد، سوال کردنی بیهوده، و الا یعنی سوالهای مهم یا سوالهای دینی مطلوب است. قرآن عظیم شان امر میکند فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علما را پرسان کنین چیزی را که نمیدانند. و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند انما شفاء العی السؤال. انسان جاهل، انسانی که نمیداند، دواش همیست که پرسان کند، سوال کند. پس اینجا مقصد از سوال، کثرت سوال، سوالهای بیهوده است، سوالهای بی‌مورد است، سوالهای مغرضانه است. گاهی مسئله را خودش میدانه، خب مقصد است که امی عالم بند پرتام دیگر ای حق نگوه، دیگر ای در هر جا برای مردم وعظ و نصیحت نکنه. یا مقصد از سوال امیست که خود به مردم نشان بده که من هم یک چیزی را میدانم، اگرچه خودش میدانه. سوالهایی نیست که دیگرها از این استفاده کنه فقط برای نشان دادن مردم. سوال بیهوده است و همچنان غرضی فاسد داره، غرضی که دو صلاح بوده باشه، استفاده مردم بوده باشه، این غرض نداره. و دوم چیز اختلافهم علی انبیائهم، یعنی دوم چیزی که امتهای قبلی را هلاک کرده اختلافهم علی انبیائهم، مخالفتشان با پیامبرها، مخالفتشان از اوامر پیامبرها، از فعل و کردار پیامبرها، از اینها سرپیچی کردن، مخالفت کردن و این سببی هلاکتشان شد. از حدیث چند چیز دانسته میشه. یکی اوامری رسول الله صلی الله علیه وسلم دلالت بر وجوب میکنه مگر قرینه‌ای بیاید، مگر یک حکم دیگری بیاید، حجتی دیگری بیاید که ایره از وجوب به سوی دیگر چیزی بکشاند، مستحب یا سنت اینها. و همچنان نواهی رسول الله صلی الله علیه وسلم از چیزی که منع کردن دلالت به تحریم میکنه، چیز حرام است، مگر این که دلیل بیاید یا قرینه‌ای بیاید که ایره از این حرمت به کراهت و یا عدم اولا به اینها بکشاند. و از حدیث این هم دانسته میشه امتهای قبلی یکی از اسباب هلاکت امتهای قبلی سوالهای بیهوده بوده و مخالفتشان و سرپیچیشان از امر اوامر پیامبرهایشان بوده. اگر این چیز در امت ما هم در امت تکرار شود، پس این هم سببی هلاکتشان است. یعنی کسایی که هدف از سوالشان، سوالهایی که از اون مستفید شوند، تو سوال نبوده باشه، سوالهایی که برای حاجتشان نبوده باشه، یعنی سوالهای مغرضانه باشه، این سببی هلاکت انسان قرار میگیره. و همچنان مخالفت با پیامبر سبب هلاکت انسان است. از مواردی که مخالفت با پیامبر صورت میگیره ایست که وقتی که به یک انسان حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسد،
آمنا و سلمنا، سمعنا و اطعنا. ما حدیث رسول الله را شنیدیم با عمل میکنیم خلاص. در مقابل حدیث اگر بگوه که این حدیث در مذهب ما نیست، این حدیث فلان عالم به این عمل نکرده، چرا علمای سابق این حدیث به ما نگفته، اگر این بانه را اگر پیش کنه در این صورت در حقیقت با رسول الله مخالفت کرده و همین مخالفتش سبب هلاکت برش میشه. پس انسان از این تو مخالفت ها خودداری بکنه. آیت قرآن عظیم شان هم میفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. به تایید حدیث باید کسایی که مخالفت امر رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنن انها بترسن از فتنه بزرگی که برای از اینها این فتنه متوجه میشه به سبب مخالفتشان. فتنه در دینشان، فتنه در مالشان، فتنه در جانشان، فتنه در زندگیشان، فتنه خلاصه فتنه‌ای که ایمانشان در خطر قرار بده. همه از اینها احتمال است که متوجه بالای از اینها شود، ای فتنه بالای از اینها بیاید. او یصیبهم عذاب علیم، یا این که عذابی درناکی برشان داده شود یا برسد، عذابی درناک در دنیا باشه یا در آخرت بوده باشه. پس از مخالفت امر پیامبر صلی الله علیه وسلم انسان در حذر بوده باشه، و الا مخالفت امر پیامبر سبب هلاکت انسان صورت میگیره. بارک الله فیکم.